عزیز، من مانسی هستم. امروز اومدیم با ما اولین ماینکرافت هارد با پارمیس گیمینگ. امروز اومدیم با این ماینکرافت هارد رو شروع کنیم که پورتال میدر خراب شده. حاجی بنازم بچه سریع بریم آیتماش رو لوت کنیم. آیوان تو چستش obsidian 4 تا. بذار بردارم. خب آره بچه به obsidian 4 تا 2 تا فلینت از این بلاک ها. بچه فکر کنم بریم اند. نه نمیشه. ندر 4 بریم بچه فکر کنم 1 2 3 ما نذار 4. حالا فکر کنم بشه روشنش کرد. بچه نه آها به خاطر اون راستی به خاطر ایناست. به همین راحتی هدرش میکردیم. این ای سوختم. نداره. خب پامکین ماین کنم. بازم پامکین باید فکر کنم ویلیج اونجاست. بچه وقت 2 تا پامکین پشت سر هم می‌بینید یعنی اینکه به احتمال خیلی زیاد این دور و بر یه دونه ویلیج هست. ولی من که ندیدم تا الان همچین چیزی. بابا تو نوب ماینکرافتی. بچه ما الان دنبال درختیم برای خونه ساختن، ولی اینجوری که بوش میاد همین امشب شب اول غربه میریم. بذار بریم دنبال ویلیج. موافقی؟ آره ببین بچه شب اولتون به نظرم اینجوری کن، مثلا برید دنبال ویلیج و بعد مثلا تختتون رو آماده کنی بعد برید دنبال ویلیج. آیرونی باشه بچه مثلا یه ایمرالد پیدا کن براش یه برگ باشه. وای این تو آیرونه. ای آیرون بودی نداره. هرس بجون بی دنبالم انقدر وای نستا. افتادی توش؟ بله. خب الان بی بیرون دیگه ازش. کار خودتو بد جور سخت میکنی. چجوری بیام خوب؟ سری بی بیرون دیگه. اصلا نباشه. اومدی؟ آره یعنی بچه مام برام درت مان کرد انداخت پایین اومدم دیگه. ولی بچه برای اینکه خیلی تا این ویدیو زیاد نشه مجبور شدیم یه تیکر رو اسکیپ کنیم. خب من این یکی رو وای من گشنمه. منم از تو گشنه بچه حداقل باید هیچی نباشه. باید یه خونه 1:1 درست کنیم تا شب اول بتونیم خوب بگذرونیم. ولی کاش که ویلیج هم پیدا می‌کردیم. یه خونه نقلی مثلا یه 3x3 یا یه 2x2 باید بسازیم توش فقط جا بشیم تا صبح و بعد یه قایق بسازیم. اونو ماین کردی؟ آره. به این جزیره بغل اون جزیره زیاد اول فرم ازم دونش بودو پارمیس. چرا خودتو از زیر آب یا سریع تر میرسی؟ وای با من باید این گوه رو بکشم. بچه هیچی منابع نداریم. خیلی سید مزخرفیه. اصلا این سید و چیزه 4 تا 0 4 تا 5 ما بیا فقط گیزر گوه. وای فکر کردم ویلیج دیدم اون گاو قارچر اون قارچر دیدم. کو گاوه قارچی؟ آیرون با مای آره بابا اینجا سر من ماینش کنم. بچه من الان باید یه دونه سری کرافتینگ تیبل و چند تا وسیله بسازم. خب الان سری باید بریم اونو ماینش کنیم و بعد تو سعی کن بیا دنبال من. خب الان میام وایسا اینجاها دنبال ویلیج بگرد. ببین من دارم میرم
ارتفاع بالا ببینم چیز هست. بچه من فقط کافی الان 3 تا گوسفند بزنش خواهش. زدیش؟ بزنش پارمیس. من کلنگ سنگیرم ساختم. بذارم آیرونر ماین کنم. بچه ما چی میگن؟ ما خواهر برداریم به خاطر همین مثلا صدای گوشیامون برگه میاد دیگه. البته ما خب من رفتم ببین من یه مرداب پیدا کردم. کجا رفتیم؟ من چند تا ارتفاع 20 تا بالا. سنگ ماین کردم پارمیس. الان منم میرم تو بریم کوشی. من رفت ببین تو بیا ارتفاع بالا. من میرم ارتفاع بالا. من میتونی ببینیم آیرون. باز آیرون نه کجایی؟ بچه ها زد همین غذا نپخته رو بخورم. ما بابا این ببین اون پایینه. کو اونجاست. ببین کجا رفت؟ اونجا رو. بالایی؟ آره. پارمیس بچه پارمیس مرد. چرا اون کار میکنی؟ میدونم کجا رفتیم الان میام. خب پس بچه بابا همین جایی که داریم همین در این پورتال نگر خراب شده اسما شدم. میدونم کجا این بابا. اونم سره. آقا نه دیگه چند تا گرفتی؟ یه 2 تاشو بگو. وسایلات هم انداختی؟ افتاد. آره. من دمم گوسفنده بودم خواستم بکشم. آرز اینجا فقط یه دونه گوسفند بود. اونجا هم دیدم وسایلات نبود. خب ببین رفتیم تو این فکر کنم رفتیم تو این ارتفاع. آره باید تو ذره سعی میکنی بیای. فکرم باز باید دار ویدیو رو اسکیپ کنم ولی فعلا تا تو بیای یه ذره برم از اینجا ببینم میتونم لوتاتو بردارم. باید متوجه نمیشم لوتات کجا افتادی. فکرم یه دونه گوسفند لوز دادی. حواست باشه دیگه. نظرم مشخصات بده یا اسکیپ کن مشخصات. چون من دارم اینجوری با دقت میرم بالا. وای بچه کوی رو آیرون همونجاست. ببین برو بالا. همینو بری بالا چیزه شب ببینیش. اینجا بودی؟ این گوسفنده بود؟ لوتا تو حالا تا من پایین باشه چون رفتم پایین گوسفنده رو بکشم. ببین ما فکر کنم توی سنگی هاییم. آره نه توی سنگی ها بودیم. پاس ببین دارم راه الان میتونی منو ببینی. اینو میبینی از اینجا میتونی منو پیدا کنی. اوکی شدی؟ من میرم اون گوسفند. بچه ها فکر کنن داره شب میشه. پامیز کاش که اون پشمه رو لوز نمیدادی. اون بدبخت میشه. وای 2 تا گوسفند. ببین داره این میگه که ما فکر کنم باید یا مستقیم پامیز فقط الان راه بیا. بچه میخوام یه ترفندی بهتون یاد بدم و بعد الان اینجا بزنیمش. مثل چیته ولی الان اگه نزنیمش میمیریم چون که باز رالت هارده و ما با هم اگه اسپانشه میزنه میتره کنتمون. اینه که وقتی من یه تخت درست کنم و برای پارمیس نمیتونم تخت درست کنم میتونه پارمیس لفت بده از گیم. گوسفنده مرد. پارمیس الان راحت سریع اگه لفت بدی من میتونم اون کاری که به بچه ها گفتم انجام بدم. یعنی الان سریع تخت میذارم. بچه دیدید حالا الان پارمیس دوباره میتونه بیاد جوین گیممون شه. به همین راحتی یه ترفندی بود که تونستی تو این بازی هم شما یادش بگیری. ولی یه مدل چیته دیگه. آره دیگه در کل که چیته. ما مثلا زیاد دور نشو. تو در کل میتونی منو پیدا کنی. خب من هر جا هم برم
باز تو میتونی منو پیدا کنی. من اون بالا اینم لوتاتو میتونم پیدا کنم. وای تو چند گیره لوتا نفت کنم همینجا باشه، چون ببین یک بوستون میده بودم. بچه ایناش اینم نمونش. خوبی داشت باید منو بزنی غلط نکن میافن. حالا ببین ای لعنتی رفت تو قار. پامیس اومدی؟ الان آره دیگه این مشخصات بدم. نه همینجوری بیا سری فقط باش. باش بذار من بیام تو بازی، تو یه ذره تکون نخور. من نمیرم اون بالا ببینم چیکار میتونم انجام بدم. اون بالاها بچه تا الان خیلی ماینکرافت هارد پرپیچ و خمی بوده. دیدم کجا آیرونا رو پیدا کردی. آره همونجا اون پایین وسایلا. لوتات هم فکر کنم همین. آره لوتام هم همونجاست. آیرون منظورت همونه دیگه. آره همونجا بودم چون جونم کم بود افتاد نزد بالا. زدم لوتاتو لوز دادی. خب نمیشه دنبالش هست. من فقط میرم الان آیرونا رو ماین کنم. خب بچه الان من فکر کنم همین رو میام جلو دیگه برسم به ماها. حواست باشه این بار دیگه نمیری، چون بمیری دیگه واقعا من تو این جزیره ای؟ نمیدونم. فقط همون راهی که خودش داره. پارمیس اونجا کجاست؟ چرا اونجا اون شکلیه؟ بکت با میدونم خرس قطبیه بابا. زدیش؟ نه چرا دنبالته؟ بعضی بچه واقعا بیا بعضی پیش من. بدون دلیل چیزن، بعضی بدون دلیل میزنن. من اینو شنیدم میدونم. بچه من یه ذره رفتم کمک پارمیس کنم. آره دیگه نه بچه شدم خودش. نه بچهش باش کاری نداره. اوه بچه غذا کم داره. بچه من آیرونا رو پیدا کنم. خب یه دونه باش چند تا آیرون دارم. برم باش یه دونه باکت آب درست کنم بتونم کلاچ کنم باش. پارمیس اینجا هم باز گوسفند من دیدم. الله اکبر. وای پارمیس براتون فکر کنم داریم یه تخت جور میکنم. اینجا 2 تا گوسفنده با اون چند تا دیگه. خب بچه تخت پارمیس هم جوره. من فقط کافیه که بسازمش، چون دوست ندارم مثلا ریسک کنم. خیلی احتمال داره بمیریم. خب و خیلی هم چوب کم داریم، برای همین میگم بچه نباید ریسک کنیم، چون تا الان نتونستیم خونمون رو بسازیم. پارمیس اگه میتونی سریعتر بیا پیش من، چون من اینجا دیگه میخوام آروم آروم چوب مان کنم و یه خونه کوچولو. دارم نزدیک میشم بهت. میدونم دمای اون چیزی اون قارچ چیزه. بچه اگه دوست داشتی ویدیو رو بزنیم عقب. اون قارچه قرمزه اونجا دیگه. اوکی ما فکر کنم دیدم بعد اونجا باشی بچه ها. ولی خیلی اولین سریش خیلی باحال شد و خوب تونستیم بگذرونیم روزمون. آره منو دیدی. بیا. آره بچه الان من پیش ماهونم دیگه. برگرده منو میبینه. آره پارمیس من گوشنم نمیتونم بودم. نمیخواد غذا بخوریم الان. منم غذا نمیخورم. منم داره آروم. خب نه دوبار نیست. گوسفند داریم بر تو تخت ساختم. حالا برای قلب بکشش. من فهم مان کنم که بتونیم این خونه حتی کوچولو هم بر خودمون بسازیم. حتی یکی بر یک. اینجا هم دیگه چیکار کنیم بارت بود و بعد تا میتونیم ماین کنیم. خب بامیز چند تا چوب تو دستت داری؟ هیچ با من پای پشم بست. ماین کن. پس ماین کن. من میرم از این درخت های گنده تر ماین کنم. درخت کنم
بچه بازم این ویدیو رو استاپ کنید، ما رو لایک کنید، حتما این ویدیو رو هم تا آخر نگاه کنید. خب بچه ها من پارمیس کردیم با هم ماینمون رو انجام میدیم. خب ماینمون خیلی خوب داره میشه. بعدم الان دیگه آروم آروم میتونیم خونه خوب بسازیم. آره. فقط تو درخت‌ها تو سری من نمیدونم این چه به درد میخوره. یه مدل بلاکه دیگه، قشنگه. فکر کنم من مثلا دیدم برای چیزه، دقیق نمیدونم. هاش بیا پیش من، نمیخواد دیگه درخت ماین کنی. بریم یه جا پیدا کنیم برای ساختن خونه. رفتی اون جزیره؟ میتونی خودت که میدونی که چیزی منو پیدا کنی دیگه. رفتی تو مرده. بیا سری پس. وای خیلی گشنمه. من خیلی گشنمه. من بچه فقط من یه دونه سیب میخورم که فقط 2 تا از سرعتام برگرد. اصلا نمیخوام به جونم اضافه شه. اصلا نتونی بدویی واقعا آدم رو اذیت میکنه. بچه بنظرم آروم آروم داره شب میشه. خب کجای ما هم؟ باید اینجا باشه. خب بچه دیگه آروم باید درت هم ماین کنیم برای ساختن خونهمون که اینجا رو زر سطحش رو صافتر کنیم و به اینجا اضافه کنیم و بزرگترش کنیم و خونهمون رو بسازیم. رسیدی پارمیس؟ آره دارم میرسم. بچه ها بذارید این درت اینجا رو ماین کنم. پارمیس بهت یاد دادن دیگه، اینو میان اینجا قشنگ الان منو میبینی. خب بچه ها ببینم 11 تا درت فکر کنم دیگه آروم آروم خوب باشه. بچه ماهان خوک دیدم. یه خوک بود، بعد از اون چیزایی که میتونی ازش بری بالا رو ماهان خوک دیدم. بابا من ماها یه لحظه جا نرم. من باید این گوسفنده رو باید بکشم. هر کار میکنی بکن. باید بکشم. من خیلی گشنمه. من خوکرم باید بکشم. من غذا دارم. بعد من بازم بچه آخر سر باید کلی بریم غذا پیدا کنیم بکشیم تو فرنس. آره دیگه بچه ها. پارمیس زغال داری؟ نه دیگه من مردم. فقط 3 تا پشم دستمه، 4 تا هم گوشت. بیا با این بیل سنگین خاک برام ماین کن. بیا خودم بذار اولی چند تایی ماین کنم. خب بذار اول اینجا رو زر من کنم. اگه گوشنته بگو چون من دارم غذا. بخور خودت. حالا دیگه جونم تا اونجایی که میشد عالیه. بچه 32 تا الان من درد دارم. من یه ذره غذا جور میکنم. آره پارمیس غذا هم خیلی مهمه. خیلی هم نه ولی چرا خیلی مهمه. فقط خیلی دور نشد که شب شد سری بخوام. مثلا تخت منو به هم بده که اگه دقیقا ببین. نه پارمیس به نظر همون بهترین کار بکن. آره پارمیس همینجا اینجوری خاک بزن. باش من خاک ماین کنم. بچه هم بذارید حداقل یه ذره از خونه رو آروم شروع کنم به ساختن. من چوب دستم هست. 1 2 3 4 منم 5 تا چوب دستم هست. اوکی 1 2 آره چوب بده. ما منظرم الان بگیریم بخوابیم. شبه؟ آره بابا. آره بچه ها شبه. بیا من تختا رو میذارم اینجا. بچه ها من که خوابیدم. گرفتی خوابیدی؟ الان نمیشه. چرا خوابید؟ 1 2 3 4 الان غروبه. خب یه ذره دیگه باید وایسی. اینم 6. حالا اینم 1 2 3 4 تا. ما الان میشه خوابید. بیا بخواب. بچه سریع بخواب. خب بچه امیدوارم از این سری خوشتون اومد باشه. اگر از اینجور ماینکرافت رو دوست دارید حتما این ویدیو رو لایک کنید، تو کامنت ها بهمون بگید که حتما براتون سری بعدیشو بذاریم تا یه ویدیو دیگه. فعلا بای بای.